خب اسمت چیه؟ چی؟ بلند. امیر مهدی. چند سالته امیر مهدی؟ 5 سال نیمه. مدرسه میری؟ نه. میتونی بگی 666؟ 666. دوباره بلند. 666. حالا بگو 6666. 666. حالا بلند بگو 6666. 666. بگو بلند. 6666. بلند نمیتونی بگی؟ من نمیخوای فیلم بازی کنی؟ خب بلند بگو. خب اشکال نره، بلند بگو. بلند فقط اشکال نره، زبونت میگیره. بگو 666. 6000 هم اولش بگو. 6000. اینجا یه دری باز شده که آدم امیدوار باشه. امیدوارم همین باشه. خب بیا. حالا من یه کاری بهت میگم بکن. خب تا هم مدرسه اومدی، خب بابات دعوت میکنه، میگه برو تو اتاقت. تو چیکار میکنی؟ اصلا من چیکار میکنی؟ میرم. میری تو اتاقت. برو بگو چیکار میکنی؟ ها؟ بگو چیکار میکنی؟ بلند. همون کارو که بابام بگه. همون کاری که بابات بگه میکنی. خب الان بازی کن، ناراحت شو. بابا دعوت کرده، ناراحت شو. بگو بابا ببخشید. بابا ببخشید. نه قشنگ بازی کن. نگاه کن دوربینو. بگو حالا. چی کنم؟ بگو بابا ببخشید دیگه دیر نمیام خونه. بابا ببخشید دیگه دیر نمیام خونه. دیگه دیر نمیام خونه. آفرین. کی میری مدرسه؟ نمیدونی؟ سال دیگه نمیری مدرسه؟ 60 سال دیگه بری. 60 سال دیگه بری ها؟ 60 سال دیگه بری ها؟ چند سال؟ بلندتر نمیتونی صحبت کنی؟ خب بلند صحبت کن. چند نه این با این بازی نکن. بگو آره. بگو میخوای بری مدرسه درس بخونی، دوست داری؟ آره؟ دانشگاه میخوای بری؟ دانشگاه. آره؟ میخوای چی کاره شی؟ چی کار؟ کار؟ نه چه کاری؟ دکتر شی؟ معلم میخوای شی؟ مهندس نمیخوای بشی؟ نه معلم میخوای بشی. خب اگه میخوای معلم بشی باید بتونی به بچه ها بگی 6666 بلند. 6066. بگو یه بار دیگه. 6066. آفرین آفرین. برو پیش بچه ها.